آمار مرگ در اثر حمله حیوانات وحشی ممکنه شوکتون کنه. هر سال کوسه ها باعث مرگ 6 نفر، گرگ‌ها 10 نفر، شیرها 22 نفر، فیل‌ها 500 نفر، کرکدن‌ها 500 نفر، تمساح‌ها 1000 و مارها باعث مرگ 100,000 نفر در سال میشن. برای جلوگیری از حمله کوسه ها اجازه ندید خون یا ادرار وارد آب بشه. اگه کوسه‌ای به شما نزدیک شد بهش پشت نکنید و سعی نکنید وحشت زده فرار کنید. آروم باشید. اگه گیر افتادید به چشم‌ها و آبشوش‌ها حمله کنید. اگه با یک شیر روبرو شدید تماس چشمی رو حفظ کنید. بهش پشت نکنید و نگاهتون رو برق ندارید. سعی کنید بزرگتر به نظر برسید. بازوها و کت خودتون رو بلند کنید. با شیر با یک صدای بلند و مطمئن صحبت کنید و ادا در بیارید، چون دیگه مثل یک شکار به نظر نخواهید رسید. در حمله فیل‌ها به بدنشون دقت کنید. اگه خرطومشون خم شده و گوشاشون عقبه، فیل میخواد شما رو له کنه. اگه به سمتتون اومد فرار نکنید و دنبال چیزی بگردید که حائل بین شما و فیل بشه. بیشتر مارها فقط به کسایی که میخوان اونها رو بگیرن حمله میکنن. اگه متوجه شدید که ماری شما رو تعقیب میکنه، پاتون رو محکم به زمین بکوبید تا لرزش باعث گیجی مار بشه. اگه نیش زده شدید مثل فیلم‌ها سعی نکنید زهر مار رو بمکید. به جاش آب جاری روش بگیرید و از تورنیکه استفاده کنید.